بعد از اینکه بررسی کردم ایراد این دستگاه رو، متوجه شدم که شیر برقی دستگاه خرابه. خیلی آب با فشار کمی میاد تو دستگاه، واسه همین مدت زمان زیادی طول میکشه که دستگاه آبش پر بشه، ارور ورودی آب میزنه. یه مشکلش بود و مشکل دومش این بود که در حین خشک کردن خیلی دستگاه تکون میخورد. من قطعات اینو همراهم داشتم، یه شیر برقی، یه کمک فنر، بریم برای این مدل عوض بکنم.